سلام. امروز یک شنبه 9 اردیبهشت ماه 1403. دوستان یه بحثی که هست، زمانی که یه قرارداد میبندی با کارفرما میگی کفراژو ببند، میگه باشه میبندم. بحث تیراهن یا ناودونی یا هر وسیله‌ای که روی این داربست قرار میگیره که این پایه های جک روش سوار بشه، کارفرما میگه من خودم میدم، مشکلی نداره، تیراهن یا هر وسیله دیگه ای که خواستی. حرف من اینه آقای کارفرما، این همه دوتراش من آوردم، نه همه دوتراش خورده، حدوداً 400 متر زیربنا، همه دوتراش. ببینید مشخصه تا اون ته. فقط یه نیسان، یه نیسان پر دوتراش من گذاشتم زیر اینجا. بعدم میگه چیزی نیاوردی، خودم میدم. حالا اون آخر نمیدونم مشخصه یا نه، ولی حدودا مشخص میشه.